السلام عليكم دوستان عزیز. زنده سلام خانم با سربنا باشه. زیر کامنتری شما رو خواندم. گپای بچه جان دارید اومد که آدمایی هستن که نخوانده، دکتر نشده، طبیب نیستن، لیکن دیاگنوز میمونن. در این کامنتری خیلی نیستن که ما جنواره هستم، ما دیوانه هستم، ما چیز بوی قند هم خیلی چیز گفتن. گفت بچه را دارید اومد که هست انسان هایی که ترم خیلی دسته بود میرسن، بازی میکنن، دیوانه میکنن، با دیاگنوز میمونن تا که یعنی دیوانه بوده و دیوانه تر شید. بعد که مرد دیو میگن که ای صبر نکرد، صبر میکرد تستر دنیا نمیرفت. یعنی که چه خیلی که نکنه میگه رابطه مدرم گپ میزنن دهنی آدم رو پوشیده نمیشه. یک تا دیمش که دیاگنوز میمونن، دو تا سهمش که انسان هایی که سخن هایی که مثل قبیح میگن، مثل که نمیفهمن. من چند بار شما گفتم که با یگان سخن های قبیح شما یگان سخن قبیح جواب نمیدن. این گونه انسان ها رحمت مدر میگه که آدمی نمیفهمیده هم از اونجا نفهمیده میرون. با مردهایی که مثل زنها هر یک گپو مینویسن که در کامنتری مادر رحمتی من این گونه مردها رو میگفت که چیز وضوهای مردانگیش برده پرتایانه لباسهای زنانه پوشانده در بین زنها سرتین بران دو زنها بکردن. بله این گونه اوزی اصل ما هم خشته که اصل 21 مرد ای زن ای مرد فرق نمیکنه دیگه. در بابت سخنهای قبیح میگن که زنها اکثریتشون اهل دوزخ میشوند، زنهای خیلیان. مردهایی که این گونه سخنهای قبیح میگن اینها اهل جنت هستند. پس به گفتی آدمایی که فقط زنها را اساسی دوزخ میشورن، مردها را هیچ گونه موضوع نمیگن که اهل دوزخ مردها زیاد هستند. حالا که در آیت قرآن آمده که مرد زن هر دیشون یک نمود و برابر در نزد الله تعالی به کارهای کرده خود اجر ثواب میگیرن. انا اینجا بینه که بسیار مینویستگی و مردها هم زنها هم هستن که مردها هم هستن. در برابر همین کامنتری گپ‌های بیجا می‌نویسن. نه اینکه در مورد همه این چیزا بلاگرها می‌نویسن. یک تا بلاگر خواهر جگم گفت من بر شما هیچ سخنی بد نمیگم چون که شما آدمای گنده نیستین. بله ما آدمای گنده نمیگیم شما را هیچ گونه، لیکن بازم به شما میرسونم که در سوره یاسین آمده که دستان ما پایهای ما شهادتی میدن در روز قیامت چیکاری که ما کردیم. شما با دستاتون مینویسین در همین چیزا کامنتری شما با دستاتون مینویسین، با زبانتون نمینویسین. بود کلام فکر میگین با دستاتون مینویسین. الان دستاتون پایهایتون در روز قیامت شهادتی میده که در کامنتری کی چه سخنهای قبیح نوشتید و چگونه همون انسان رو مثل که سبب آزارش شدید. شما اگر از اون انسان بخشش نپرسین که انسانی که آزار دادین در قیامت در نزد الله تعالی جواب میدین. اگر در دنیا بخش پرسین خداوند شما رو در قیامت آزار نمیده، در قیامت شما رو خداوند غضبش نمیگیره. بخشش پرسین عزیزانی که آزار دادیم با سخناتون در کامنتری، در روبرو، در غایبانه با هست کسی باید که ما بخشش پرسیم از اینا انسان‌هایی که رنجونیدیم در این دنیا. اگر بخشش نپرسیم در قیامت الله تعالی ما رو در غضبش میگیره. برای که مسلمانی واقعی آن کسی است که پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله میگن که مسلمانی واقعی آن نفری است که از زبانی او، از دستی او، از عملی او، از حرکتی او مسلمانی دیگر آزار نمییابد. اما شما دائما در کامنتری های من و دیگر بلاگرهای تاجیک سخنهای قبیح مینویسید، یعنی سبب آزاری ما میشود. بخشش نپرسید پس بدانید که در قیامت آنجا در نزد خداوند جواب خواهید داد. بله این من نه، این سخنهای حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که مسلمان کسی است که از زبان او باید کسی آزار نیابد. از دستوره یاسین میفرماید که دستای شما، پایهای شما، از عضوهای جسم شما در نزد خداوند شهادت میده. وقتی دروغ میگوید که زبانش مثال میگه که من این کارو نکردم، در پیش خداوندم این کار میکنه، پس میگه دستانش بپرسید، از پایش بپرسید که دستانی او چیکار کرد و حرکت با امر زبان و با امر مثل فرمانی عصبهای انسان، معنی سر انسان دستانش به چیکار مشغول بود و پایهایش به چی مشغول، با کجا میرفت و از کجا می اومد. بله یه در سوره یاسین آمده این و در پیغمبر آمده که مسلمان باید که مسلمان آزار ندهد. آزار که دادیم ما باید